که صنعش در وجود آورد ما را، هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. الله سبحانه و تعالی مخلوقات را آفرید تا اینکه او یک و یگانه اعتقاد کرده شود و یک و یگانه عبادت کرده شود و به او کسی یا چیزی را در این دنیا شریک آورده نشود. الله تعالی در سوره زاریات گفت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جنها و انسانها را نآفریدم مگر برای آن آفریدم تا اینکه مرا یگانه شمارند، یگانه اعتقاد کنند، یگانه عبادت کنند و برای من کسی و چیزی را شریک نآورند. سبب آفریده شدن جنها و انسانها را در آن بیان کرد که الله تعالی را یگانه شمارند و الله تعالی کسی و چیزی را شریک نآورند. و همین گونه سبب خلق آسمانها و زمینها و سبب فرستانیدن پیغمبرها و سبب جنت و دوزخ آفریده شدن را هم در آن بیان کرد که مخلوقها الله تعالی را شناسند. پروردگار عالم گفت که الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم يتنزل الامر بينهم. الله تعالی ذات است که هفت قبل آسمان را آفرید و من الارض مثلهم، از زمین هم مثل آسمان آفرید، یعنی هفت قبل. یتنزل الامر بینهم، امر فرمان پروردگار بین آسمان ها نازل می شود، سخن خدا نازل می شود، همراهی فرشته ها و پیغمبرها می رسانند، یا امر فرمان خدا نازل می شود. لتعلموا، الله تعالی اینقدر آسمان های عظیم، زمینی بزرگ، مخلوقاتی که در زمین و در آسمان و بین اینها از اینها را آفرید. لتعلموا، گفت که برای آن آفریدم که لتعلموا، تا اینکه شما دانید که ان الله علی كل شیء قدیر، الله تعالی بر همه کار قادر است. و ان الله قد احاط بكل شیء علما، تا اینکه شما دانید که الله تعالی تمام چیز را با علمش احاطه کرده است. چون هر چیز مخلوق پروردگار است، الله تعالی آفریده است، الله تعالی علم کامل در حق آن مخلوق دارد. تا اینکه شما قدرت خدا و علم خدا را دانید، گفته من اینقدر مخلوقات را آفریدم. بنابراین این مخلوقات عظیم بیهوده آفریده نشده است. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، پروردگارا در سوره آل عمران تو این مخلوقات را بیهوده نآفریدی. سبحانك، تو از بیهودگی پاک هستی. الله تعالی بیهوده بگو کار اجرا نمی‌کند. هر عملی که خدا کرده است، هر کاری که خدا کرده است، هر مخلوقی که خدا آفریده است بیهوده نیست. پاک از خداوند از بیهودگی و از بیهوده آفریدن. بنابراین این آیت ها دلالت بر آن می‌کند که بزرگترین چیز و بزرگترین واجب برای بنده ها این شناختن پروردگار است. چون پروردگار عالم این کارها را کرد تا اینکه شما دانید که پروردگار شما به همه کار قادر است، قدرت خدا را دارید. و همین گونه پروردگار عالم شناختن خود و معرفت پروردگار، خدا شناسی و یگانه شناسی پروردگار را اصل دین و اساس دین خوانده است. در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گفتند که پیغمبر علیه الصلاة و السلام گفتند بنی الاسلام علی خمس، اسلام و 5 بنا امارت شد. بنا شد شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اولین این بنا، اولین این اساس و اصل شریعت این شهادت دادن به یگانگی الله تعالی که غیر الله تعالی دیگر معبود بر حق نیست، دیگر خدای بر حق نیست، و ان محمد رسول الله و محمد رسول خدا است. این اصل شریعت است. الله تعالی 124,000 پیغمبر، 315 رسول فرستاد. مهمت و وظیفه
بزرگترین همه آنها این بود که برای مردم تعلیم دهند که در این عالم غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر خدای حقیقی نیست. واقعا هستند خداهایی که غیر الله تعالی امروز عبادت میشوند. از زمان نوح تا زمان ما تا روز قیامت خداهایی هست که مردم برای خود خدا گرفتند و عبادت میکنند، لیکن اونها خداهای باطل هستند. خدای حقیقی که از دست او تمام کارها میآید و او به همه کار قادر است و تمام مخلوقات و موجودات را خودش آفریده است، اون سزاوار عبادت است. شهادت میدهم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. باید همه پیغمبرها برای قوم خود همین وظیفه بود که رسانند و تعلیم دهند. حضرت نوح علیه السلام 950 سال برای مردم فقط یک کلمه تعلیم میدادند: لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. لا اله نیست خدایه، یعنی خدای بر حق نیست الا الله، غیر الله تعالی. یگانه خدای حقیقی الله تعالی است. 950 سال مردم را دعوت به این کلمه می‌دهند. همین گونه دیگر پیغمبرها الله تعالی گفت که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در حقیقت ما برای هر یک امت پیغمبر فرستادیم، آنها میگفتند که برای مردم ان اعبدوا الله تعالی را عبادت کنید، واجتنبوا الطاغوت، از آن طاغوت‌ها پرهیز کنید. طاغوت هر چیزی که غیر الله تعالی عبادت می‌شود. مردم اون را برای خود خدا گرفتند، خواه درخت است، خواه غار است، خواه سنگ است، خواه قبر است، خواه مزار هست، هر چیزی که مردم اعتقاد میکنند و او را بزرگ میشمارند و او را تعظیم میکنند، اون کارهایی که باید نسبت الله تعالی میشد نسبت اون مخلوق میکنند برای خدا گرفتند. و انسان‌های هم عبادت میکردند. حیوان‌ها را امروز در بعضی کشورها در هندوستان تقریبا 3000 خدا هست، مردم عبادت میکنند. همه پیغمبرها وظیفه‌دار بودند که برای مردم تعلیم دهند که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. بنابراین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه دعوتشان فقط یک بود: فقط الله تعالی را عبادت کنید. این بت‌ها شما را میشنوند، نه برای شما فایده میرساند، نه ضرر میرساند، نه ضرری به سرتان آمده را دور کرده میتواند. اینها خاک هستند، لای هستند، گنگ هستند، کم هستند. اینها را شما ساختید، شما نامگذاری کردید، با دست شما میساختند، نام میماند و عبادت میکرد. پیغمبر خدا 13 سال در مکه مکرمه فقط دعوتشان به یگانگی الله تعالی بود. نماز که ستون اسلام است، رکن دومین اسلام است، بعد 12 سال فرض شد. 12 سال مردم به نماز فرض نشده بود، برای اینکه اگر نماز خوانند از غیر الله تعالی عبادت بکنند، غیر الله تعالی، از غیر الله تعالی یا بپرسند وارد آنها با بازگشت آنها به آتش دوزخ است. الان بسیار پلیس می‌داریم در مسجدها از مرده‌های یاد می‌پرسند، پیر یا پیرها مددگار شوند، پیر استادها تربیت کنند. نماز خواندن اینها فایده ندارد. بنابراین موضوعی که برای شما اختیار کردیم مهم است. شب و روز نماز گذارید، روزه دارید، حج کنید، خیر کنید و خدا ضربه شیر بیاره شما در آتش دوزخ ابدالآباد می‌سازید. بنابراین چی فایده درباره نماز گپ زنیم؟ چی فایده درباره روزه گپ زنیم؟ ولی شما شریک به خدا می‌آورده باشید. مقصد بنده‌های خدا، مقصد پیغمبرها و مقصد علما و مقصد طالب علم‌ها از دوزخ نجات دادن مردم است. چیکار کنند که مردم در آتش دوزخ نسوزند؟ پیامبر علیه السلام همسایه‌شان یهودی بیمار شد. فرزندی نابالغ بود یا در روایت بالغ بود، جوان بود. پیامبر علیه السلام زیاد عیادت دارد. یهودی بود. وقتی که در آمدن دیدم که در سکرات الموت بود. گفتن که یا غلام قل لا اله الا الله. ای بچه لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست و ان محمد رسول الله، محمد رسول خدا است. پدرش استاد است. کودک به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نظر کرد و به پدرش نظر کرد. پدرش گفت که اطع ابوالقاسم، پدر قاسم را اطاعت کن. پیغمبر علیه السلام باوری نداشت. نمونه پیغمبر را نگفت پدر قاسم را اطاعت کن، آن چیزی که پدر قاسم میگفت اجرا کن. ثانی پدر لا اله الا الله
رسول تفاوت. پیامبر علیه الصلاة والسلام آمده چی گفتن؟ الحمد لله الذي انقذه من النار. حمد به درگاه الله تعالی که همین کودک از آتش دوزخ نجات داد. این بس ازدیمان. وظیفه پیغمبرها و وظیفه پیروان پیغمبر مردم را از آتش دوزخ نجات دادن. درباره احکام نماز، درباره مسائل نماز که ستون اسلام است، سبکی کرده نمیشود به نماز. اگر صحبت بکنیم ولی مردم نماز خوانند و شریک به پروردگار بیایند چه فایده از آن نمازشون؟ بنابراین عمل قبول نمیشود تا مادامی که بنده مؤمن باشد. الله تعالی به پیغمبر خدا گفت که لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ای پیغمبر اگر با الله تعالی کسی یا چیزی را شریک بیاری لیحبطن عملک، عملی که میکنی بیهوده میشه. عملهایی که صلوهای دراز، تراویحهایی که خوانده، چپهایی که نماز گذاشته، خیر و سخاوتی که کرده، لیحبطن عملک، عملها بیهوده میشه. پیغمبر عملشان بزرگترین عمل است. در دنیا از روز آفرینش دنیا تا روز قیامت یگان انسان مثل پیغمبر عمل زیاد نکرده است. همین صحبتی که شما میشنوید این هم ثمری خدمت 23 ساله جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، از سبب مبارک بودن دعوت پیغمبر، از سبب مخلص خالصا لله عمل نمودن پیغمبر خدا، پروردگار عالم در دین مردم تأثیر عظیم داد نسبت سخنهایشان. بنابراین در این عالم یگان انسانی است که تأثیر کلام به عالم رسانیده باشد مثل جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. خلاص این دعوت کردن به یگانگی الله تعالی و الله تعالی را یگانه اعتقاد کردن و شناختن مهمترین وظیفه های فرزندان آدم است و اولین فرض است. اولین فرض، اولین واجب بر ذمه بندگان این شناختن پروردگار است. اینکه لا اله الا الله، نیست خدای برحق مگر الله تعالی، یگانه خدای برحق الله تعالی بگوید. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اهمیت عظیمی به این مسئله می‌دارد. وقتی که معاذ بن جبل را به سوی یمن فرستادند گفتند که این که تأتی قوم من اهل الکتاب، تو به نزد قوم روانه شده ایستاده که آنها اهل کتاب هستند، آنها تورات و انجیل برای آنها نازل شدگی هست، اهل علم هستند. فلیکن اول ما تدعوهم الیه توحید الله، اولین چیزی که آنها را دعوت میکنیم یگانگی الله تعالی باشد. در لفظ دیگر فلیکن اول ما تدعوهم الیه یوحد الله تعالی، اولین چیزی که آنها را دعوت میکنیم آن باشد که الله تعالی را یگانه شمارد. در دیگر لفظ آمده است که فلیکن اول ما تدعوهم الی شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله، اولین دعوتی که آنها را دعوت میکنیم آن باشد که شهادت دادن به اینکه غیر الله تعالی دیگر معبود بر حق نیست و من پیغمبر خدا هستم. برای همین دعوت کنید. اگر آنها در این مسئله تو را فرمانبرداری کنند، ثانی برای آنها تعلیم ده که الله تعالی در یک شب 50 نماز فرض کرد. اگر قبول کنند ثانی تعلیم ده که الله تعالی زکات فرض کرد. ترتیب دارد. بعضی بچه‌ها به یک آدمی که نه خدا را میشناسد نه نماز میخواند به ریش ماندن و ترک سیگار و همیشه چیزها دعوت میکنند. این نادرست اسلوب دعوت خطا است. چون که اگر کدام وقت جوان برای من گفت که من یک انسان همین خیلی نصیحت کردم که سیگارت پرتافت. خب گفتم نماز میخوانم؟ نماز نمیخوانم. از نماز بالاتر یگانه شماردن پروردگار. ولی گفتم اگر سیگارت هفتگی باشم بازگشت به آتش دوزخ است. فایده نرسد از این. اینو به مهمترین چیز را اول برای مردم تعلیم دادم. اولی آن چیزی که تو تعلیم میدی به اهل یمن ای نماز این توحید خدا باشد، الله تعالی را یگانه شمارد. برای آنکه آنهایی که الله تعالی را نمیشناسند، دوست نمیدارند، اگر درباره دیگر گناه‌ها ترک گناه امر معروف کنید، نهی منکر کنید، او خدا را نمیشناسند. نه قهر خدا را باخبر باشد، نه غضب خدا را باخبر باشد، نه از محبت خدا وادار باشد، خدا را دوست ندارد، چگونه از عمل دور شده میتواند، نمیتواند فایده رسانیده برای مردم. بنابراین تعلیم دادن یگانگی پروردگار
اصل دین و اساس دین است. عملها بدون یگانگی خدا قبول نمیشه. کدام آدمی که شریک میآورده باشد و پروردگار عملهاش غلط است. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تعالی میگه که ما عمل آنهایی که به الله تعالی شریک میگیرند مانند خاکی که کوفته شده است و میده کرده شده است و در هوای شمال پراکنده کرده شده است، مانند همون کرده. یعنی یک گشته جمع کرده درست کرده نمیشه. تا همین درجه شرک آنها بیهوده میکند. بنابراین عمل صالح، نماز و روزه، دیگر کارهای خیر بدون یگانه پرستی به درگاه پروردگار قبول نمیشه. بنابراین جابر رضی الله عنه گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به باغ ام معبد برآمد. زن پیرزن گفتند یا ام معبد من غرس هذا النخل. گفتند ای مادر معبد این درختای خرماها رو کی نامید؟ ام مسلمون ام کافرون؟ مسلمان شناخت یا کافر شناخت؟ قالت بل مسلمون یا رسول الله. بلکه مسلمان شناخت یا رسول الله. صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ما من مسلم یدرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه انسان او دابة او طیر الا کان له به صدقة یوم القیامة. کدام مسلمانی که خود درخت شناخت، خود زراعت بکند، سامی از وی انسان بخورد یا حیوان بخورد یا پرنده بخورد، مگر روز قیامت برای او صدقه نوشته شد و شرطی که مسلمان باشد. ببینید یک درخت شناختن هم فضیلت ندارد اگر شما به الله تعالی ایمان نداشته باشید. الله تعالی را نشناسید، به الله تعالی ایمان نآورده باشید، به الله تعالی شریک میآورده باشید، اون عملها فایده نمیده. یگان عمل فایده نمیده. بنابراین معرفت پروردگار و محبت پروردگار اصل شریعت و اصل دین و مهمترین چیز است. و اگر هر شبانه روز در حق الله تعالی صحبت کرده شود، نسبت الله تعالی این سخنها کم است. پروردگار عالم یگانه است و شریک ندارد و یگانه اعتقاد کردن پروردگار خیلی فضل عظیم دارد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتند کدام شخصی که سحری لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شیء قدیر 100 مرتبه اگر بگوید 10 غلام آزاد کردگی حساب می‌یابد. غلام آزاد کردن یعنی عملی هر کی نبود. در بعض کتاب‌ها آمده است که غلام تقریبا $20,000 یعنی غلام عادی همین قدر قیمت داشت. با غلام‌ها اگر کسب و هنر داشته باشد، علم و معرفت داشته باشد، قیمتی رو بلندتر است. غلامی که عیب دارد، دزد هست، خبرکش هست، اینها نرخش ارزان است. حساب می‌یابد 20,000 است. کسی که اگر 100 مرتبه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شیء قدیر 10 غلام را آزاد کردگی را ثوابش داده و 100 ثواب بر نامه او نوشته میشد. 100 گناه از نامه اعمال او محو کرده میشد، استنابود کرده میشود و تا بیگاهی از ضرر شیطان محفوظ میماند و همین گونه از سحر و جادو تا بیگاهی محفوظ میماند. 6 دقیقه وقت میگیره. و بیگاهی هم اگر بعد نماز عصر یا بعد نماز شام بگوید تا نماز بامداد همین فضیلت در حق او ثابت است. روایت بخاری و مسلم. بنابراین یگان عبادت در تواضع مثل لا اله الا الله وزن ندارد. حضرت موسی علیه السلام میگه یا رب علمنی شیئا ادعوک به. پروردگارا برای یگان کلمه تعلیم بده که تو را دعا کنم، عبادت بکنم با آن کلمه. الله تعالی که یا موسی قل لا اله الا الله، ای موسی لا اله الا الله بگو. حضرت موسی گفتن پروردگارا کل عباد یقولون هذا، تمام بنده ها اینو میگویند. با کمبلر، عالم و بی‌سواد، پیر و جوان، مرد و زن همه میدانند من پیغمبر خدا باشم، کلیم الله باشم، یک دعای را برای من تعلیم ده که خاص
و آسمان را آباد میکنند غیر من و تمام 7 طبقه زمین و آنهایی که در زمین هستند همه اینا در یک پهلوی ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله فی کفة اگر لا اله الا الله در دیگر ترازو گذاشته شود مانت بهن و رجعت بهن لا اله الا الله لا اله الا الله وزنی میکند اینها در دیگر حدیث آمده است که اگر لا اله الا الله بر بالای زمین و آسمان افتاد زمین و آسمان را ویران میکند غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست بنابراین وقتی که شریک آورده شود خدا میگه که قریب که زمین و آسمان و کوها پاره پاره شود از ترسی پروردگار که نسبت پروردگار سخن گناه و عظیم گفته شد بنابراین یگانه اعتقاد کردن پروردگار اصل تمام شریعت ها و بزرگترین و فطرت است که باید بنده ها طبیعی یگانگی پروردگار را در این دنیا باید شناسند. معنای این کلمه، روح کلمه، اصل کلمه این است که در این دنیا غیر الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست. الله تعالی خودش تمام مخلوقات و موجودات را آفرید، شریک ندارد، هم مثل و هم مانند ندارد. الله تعالی یگانه است. باید یگانه الله تعالی را عبادت کنید. فقط به نام الله تعالی قسم یاد بکنید. معنای لا اله الا الله است که فقط به نام الله تعالی قسم بخورید. مانامی که نیست معبودی بر حق غیر خدا. می‌بیند، می‌شنود، قدرت دارد برای جزا دادن و عذاب دادن. دیگه که قدرت دارد؟ اما قسم می‌خورید نام هیچ قدرت ندارد. بنابراین باید ذات قسم بخورید که شنود، داند، صاحب سخن باشد که نام گنگ است، راه گنگ است، قبر گنگ است. اینها نمیتونند. بنابراین قسم فقط به نام الله تعالی باشد. بزرگ شماریدن نیست فقط الله تعالی را باشد. بنابراین سجده‌ای که ما میکنیم به غیر الله تعالی نیست. سری فرود و سری رکوع فقط در پیشگاه پروردگار است. در نزد مخلوقات سری تعظیم نادرست است. سری تعظیم مثل رکوع یا نصف رکوع نادرست است. نصف رکوع نادرست است. این فقط به الله تعالی عزت است. واقعا خارگری در پیشگاه پروردگار عزت است. خار بودن در پیشگاه پروردگار، زار بودن در پیشگاه پروردگار، بنده بودن خود را اثبات کردن این عزت است. اما در پیشگاه مخلوق واقعا ذلت است، خوریگری است. خب یک انسانی که صاحب علم و معرفت در تکنولوژی بالا رفته روزهای یکشنبه ببینید در نزد یک بت‌هایی که عظیم جثه هست آمده سری تعظیم می‌کنند. سری آنها یک چیزهای اختراع کرد که عالم از آن استفاده برده ایستاده است. لیکن عقلی که آنها دارند تعجب می‌کنید. از یک جهت تعجب می‌کنید که چیزهای نظم را ما استفاده می‌کنیم. از یک جهت می‌بینید که از هم روی درخت عبادت می‌کنند. در پیشگاه سری تعظیم می‌برند، سری رکوع می‌برند. این از خارگری. بنابراین بنده باید فقط پیشگاه پروردگار سوگند یاد کند، سری تعظیم بیاورد و نظر هم باید فقط به الله تعالی میشد. به مزارها اگر الله تعالی فرزند دهد به مزار قربانی میکنند، نظر کردن این کفر است، از ملت اسلام خارج میشد. قربانی کردن در راهها برای مثلا صدقه نشدن، قربانی کردن برای آب آمدن که جنها پیششان رو نگیرد، قربانی کردن در عمارت ساختن در ابتداش که جنها برای عمارت ما و برای ساکنان عمارت ضرر نکنند. اینها همه شرک به خدا است. الله تعالی باید یگانه عبادت کرده شد. اینچنین غیر نام الله تعالی و دیگر نام‌ها قربانی کردن نمیشود. فقط بسم الله الله اکبر قربانی کرده میشود. اینها همه دعوت به آن می‌کند که معنای کلمه را خوب بدانید. لا اله الا الله مفتاح جنت است، کلید جنت است. لیکن در صحیح بخاری آمده است که وحی بن منبه گفتند که هر یک کلید دندان‌ها دارد. این کلید بیارید اگر دندان نداشته باشد و نشان بدهیم که این چی است هم بدونیم که کلید است. ولی که دندان ندارد شده نمیشود. دندانهاش عمل کردن است. بنابراین کدام انسانی که الله تعالی را یگانه پرستش کند از گناه‌ها هم الله تعالی او را نگاه می‌دارد. یوسف علیه السلام وقتی که زلیخا به نزدشان آمده به عمل زشت دعوت کرد، الله تعالی گفت که کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما از یوسف بدی و فاحشگی را دور کردیم
انه من عبادنا المخلصین. یوسف از جمله بنده‌هایی که خالص الله تعالی را عبادت میکرد و الله تعالی چیزی را شریک نمی‌آورد، یگانه الله تعالی را عبادت میکرد. بنابراین ما اینو از دینا نگاه داشتیم. بنابراین ابن کدام انسانی که توحید رو قوت داشته باشد، خداپرستی و یگانه پرستی رو عظیم باشد، او از گناه دور هست. کدام انسانی که به فاحشه نزدیک باشد، در توحید و در خداپرستی و نقص است، کمبودی هست. بنابراین مهمترین چیز این الله تعالی رو یگانه شماریدن و یگانه شناختن است. حتی پروردگار عالم کلمه طیبه گفته است و در درخت نیک پروردگار مثال آوری کرده است. الله تعالی میگوید که مثلا ضرب الله کلمة مثلا الله تعالی ضرب مثل ضرب کلمة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کلمه طیبه یعنی لا اله الا الله، مثال او خدا میگوید مانند درختی است، اصلها ثابت، اصلش در زمین، ریشه هاش در زمین استوار است و فرعها فی السماء، شاخه هایش در آسمان است. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، همیشه بهار است، همیشه میوه میدهد کلمه توحید. برای اینکه اصل ریشه که با قوت است در زمین استوار است، شاخه هاش هم تا آسمان رفتگی است، همیشه زمستان و بهار میوه میدهد. یعنی لا اله الا الله اگر استوار باشد، بنده که لا اله الا الله با زبان و با دل گفته است میوه میدهد. این اصلش اینه که عملهای صالح از اون صادر میشد. و مثل کلمه خبیثه، مثل کلمه بر کفر که شجره خبیثه، مانند درخت خبیث، درخت پلید است که اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، او ریشه ندارد، در روی زمین ایستادگی است، قرارم ندارد. ما لها من قرار، او قرار ندارد و میوه هم ندارد. اگر رفت و میوه داشته باشد میوه برمزه دارد. گفته پروردگار کلمه کفر ضرب المثل زده است. بنابراین کدام انسانی که الله تعالی را یگانه شمارد، پروردگار وعده داده است که برای او امنیت هست. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. آنهایی که الله تعالی را یگانه شماریدند و ایمان خود را با شرک آمیخته نکردند، برای اینها از جانب پروردگار امنیت است و خوشبختی بنده بنابر یگانگی، یگانه پرستی او است. اگر به الله تعالی چیزی را و کسی را شریک نمی‌آورد، سزاوارترین بنده به خوشبختی این است. الله تعالی میگوید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. کدام انسانی که خواه مرد است خواه زن است عمل صالح کند به شرطی که به الله تعالی ایمان داشته باشد، الله تعالی میگوید که فلنحيينه حیاة طیبه، ما برای او حیات پاکیزگی، حیات خوشبختی میدهیم. و این یگانه پرستی، یگانه عاملی که تمام مردم غرب و شرق، عرب و عجم را جمع میکند، یک جایه میکند. خدا میگه این هذه امتکم امت واحده، این تمام مخلوقات همه یک هستند. اصلا همه ما کلکم من آدم و آدم من تراب، همه شما فرزندان آدم هستید و آدم از خاک هستید. همه شما اصلا یک هستید و پروردگار شما یگانه الله تعالی است و یگانه شما. همه بندگان را باید غرب و شرق و عرب و عجم را یگانه پرستی یک جایه بکنند. همه یک کس را باید عبادت کنند، غیر الله تعالی دیگر کسی را عبادت نکنند. یگان کلمه نیست که دهان با آن خوشبوی شود، یگان کلمه نیست که لبها حرکت کند بزرگتر از کلمه لا اله الا الله. پیامبر علیه السلام خیر ما قلت انا والنبیون خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا دعای روز عرفه است. در داخل 354 روز بهترین روز عرفه است و بهترین عبادت دعا است در آن روز و بهترین دعایی که من و پیغمبرهای ما تقدم گفتن همان است. لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. وحده، الله تعالی یگانه است، تاکید لا شریک له، شریک ندارد. له الملک از آن خدا است و له الحمد، برای حمد و ستایش پروردگار سزاوار است و هو علی کل شیء قدیر. الله تعالی به همه کار قادر و توانا است.
لا اله الا الله کلمه‌ای که خونی صاحب گوینده این محفوظ است. در یکی از غزوه‌ها اسامه بن زید رضی الله عنه یک شخصیت مشرک را وقتی که دیدند که مسلمان‌ها را به قتل رسانیده ایستاده است به طرف او هجوم کردند و وقتی که شمشیر خود را برداشته او را زده نشدند لا اله الا الله گفت. وقتی که شمشیر به نزدش نزدیک شد لا اله الا الله. حضرت اسامه این واقعه را با پیامبر علیه السلام نقل کرد. اسامه پیامبر صلی الله علیه و گفتند چیکار کردی برام؟ گفت که رسول زدم کشتم. پیامبر صلی الله علیه و گفتند اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ بعد اینکه لا اله الا الله گفت و قتل رسانیدی؟ گفت یا رسول الله از ترس شمشیر لا اله الا الله. گفتند هلا شققت صدره، دلش را تفانیده دیدی که آیا از ترس شمشیر؟ گفت ماذا تقول بلا اله الا الله؟ روز قیامت لا اله الا الله دعوا کنم به نزد آید چی میگویی؟ لا اله الا الله کلمه‌ای که زمین و زمان میلرزد از انسان، تو چی میگویی؟ حضرت امام اسامه میگفتند که کاش که من بعد همین واقعه اسلام قبول میکردم، به نهایت پشیمان بودم. هر باری که پیغمبر خدا میدیدند میگفتند که ماذا تقول بلا اله الا الله؟ لا اله الا الله چی میگویی روز قیامت؟ پیغمبر علیه السلام روز قیامت در پیشگاه پروردگار سری تعظیم می‌آورند، سری سجده می‌آورند، شفاعت می‌کنند در حق آنهایی که در این دنیا لا اله الا الله گفته است. بنابراین حضرت ابو هریره گفتند که یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامه. یا رسول الله سعادتمندترین شخص‌ها، خوشبخت‌ترین شخص‌ها به شفاعت شما کیها سزاوار شفاعت شما میشود؟ پیشگاه پروردگار شفاعت بکنید که پروردگار این به امتی من ببخشید، شفاعت بکنید کی سزاوار شفاعت شما هست؟ سوال حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم لقد ظننت یا ابا هریره الا تسالنی عن هذا الحديث احد اول منك. در حقیقت گمان میکردم که یگان کسی این مسئله را از تو پیش نمیپرسد ای ابو هریره لما رأیت من حرصك على الحديث، چون که من میبینم که بسیار به تعلیم علم حدیث هستی. گفته سما فرستادن بر ابو هریره به سؤال اینه که داده میشه. ثانی گفتن که اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه، سزاوارترین انسانها به شفاعت من روز قیامت آنهایی که من پیشگاه پروردگار سخن میکنم که پروردگار این بنده مغفرت کن، این امت مغفرت کن، این از آتش دوزخ بار گناهاش عفو کن، وارد جنت کن. گفته من همون انسانهای سخن میکنم که من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، آنهایی که لا اله الا الله گفتن از صدق دل معنایش فهمیدن و صدق دید با صدق زبان گفتن که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. اینها هستند. بعضی نمازخوانهای ما از جاشون خیزن یا حیات النبی یا پیران فقط این کفر است. یا الله فقط، دیگر ما خدا نداریم غیر الله، نه پیغمبر نه فرشته، دیگر از یگان کسی یاری پرسیده نمیشه غیر الله تعالی، یا الله فقط. بنابراین وقتی که پیغمبر سجده میکنند و از پروردگار میپرسند که پروردگار اون بنده هایی که لا اله الا الله گفتن آنها را از آتش دوزخ برآور. الله تعالی ندا میگوید به پیامبر خدا که پیامبر سری خود را بردار. پرس داده میشوید قسم به عزتم و قسم به کبریایم و قسم به بزرگیم لاخرجن منها من قال لا اله، البته از دوزخ میبرم آن آدمی که لا اله الا الله گفته است. در دیگر روایت آمده است که کدام انسانی که لا اله الا الله گفته باشد یا قدر گندم اگر ایمان داشته باشد به الله تعالی در آتش دوزخ ابدی نمیماند، یا کدام انسانی که مثل جو اگر ایمان به الله تعالی داشته باشد یا مثل ذره وزن گرچه اگر به الله تعالی ایمان داشته باشد در آتش دوزخ ابدی نمیماند. شخصی که لا اله الا الله گفته است غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست گفته است. ثانی به یگان فالبین و جادوگر و به یگان کفر و شرک کینه‌چی و فالبین و چراغ و این بی‌بی‌سی شموی مخلوقات و یک نمود کارهای باطلی که اعتقاد نکرده است، فقط به الله تعالی اعتقاد کرده است. امروز من میدونم بعضی نمازخوانهای ما حاجی‌های ما نزد فالبین رفتن، مجبور شدن فقط در پیشگاه پروردگار است. خدا رحمت کند
ابن قیم گفتن که یگان مصیبت و بلا مثل توحید خدا، مثل یگانگی خدا که صاف نشده است. یگان انسان وقتی که به سرش مصیبت آید مثل یگان شماریدن الله تعالی با این عملی است که او را نجات یابد. یونس علیه السلام وقتی که کیت به شکمش فرو برد، در قعر اقیانوس، در شکم ماهی، در نصف شب لا اله الا انت، غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست، غیر تو دیگر خدایی بر حق نیست. واقعا چی میشنود؟ نه پدرتان شنود، نه مادرتان شنود در آن وقت. لا اله الا انت، خواب نرود، غم فرا نگیرد، پروردگار واقعا همیشه گویای شنوای بینا باشد. کی دیگر غیر الله تعالی شما رو نجات میدهد؟ غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست. بنابراین ابن عباس گفتن که پیغمبر علیه السلام اگر به سرشان مصیبت، مشقت، غم بیاید میگفتن که لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض، لا اله الا الله رب العرش العظیم. نیست معبودی بر حق غیر الله تعالی. عظیم است، حلیم است، ملایم است، مهربان است، عظیم است، صاحب قدرت است. نیست معبودی بر حق غیر الله تعالی، سازنده آسمان ها و زمین ها و سازنده عرش است. گفته در حالت کرب پیغمبر ما هم همین دعا را میکردن. یونس علیه السلام خدا که فنجینا و کذلک ننجی المؤمنین، ما یونس را به همین کلمه گپی زیاد نگفتم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست، تو پاک هستی از عیب، نقصان، کمبودی، شریک، پاک هستی. انی کنت من الظالمین، من از جمله ظالم ها شدم. دیگه کلیمه نگفتم غیر خدا گفت ما نجات دادیم. نام کرد برآورده رو میریم قید و کذلک ننجی المؤمنین، همین گونه مؤمن ها را نیز ما نجات میدهیم. خلاص فضیلت لا اله الا الله، فضیلت یگانه پرستی پروردگار عظیمترین عظیم ها است. دهها صحبت ها اگر کنیم واقعا حق لا اله الا الله تمام کرده نمیتوانیم. لا اله ساز و برگی امتان، سبب پیشرفتی هر یک ملت، هر یک امت لا اله هست. حضرت اقبال لا اله ساز و برگی امتان، هم لا گفتن هم اله گفتن. لا اله این زمان شوروی بود، لا اله نیست خدا، دامش بجه گفتن کردم اندر مقام آتش نگاه، لا صلاتین لا کلیسا لا اله، لا اله میگفتن نیست خدا میگفتن. آقایدش روز یه روز میبیاد که تن نیست نابود میشه. حضرت اقبال بنابراین لا اله کفایتی نیست، الا الله لازم است. لا اله ساز و برگی امتان، سبب سبزش امت، سبب پیشروی امت. گفتنی هم لا هم الله است، نفی به اثبات مرگی امتان. کلام امتی که نفی کند و اثبات بکند، لا اله شد و الا الله شد، این سبب مرگش میشود. نمره هر دو این کلمه لا اله الا الله نیست خدای غیر الله تعالی هست، یک الله تعالی هست دومین. و این کلمه و کدام انسانی که اگر آخرین کلمش لا اله الا الله باشد پیغمبر خدا وارد جنت میشود. اگر لا اله الا الله باید وفات کند وارد جنت میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابو ذر یا رسول الله و این سرقه و این زنا زنان از این بیشتر دزدی کرده باشد یا زنا کرده باشد چه یا رسول الله؟ پیش از وفاتش لا اله الا الله گفت، لیکن از این بیشتر زنای دزدی کرده باشد چه یا رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و این زنا و این سرقه اگر دزدی کرده باشد زنا کرده باشد به جنت میرود. یا رسول الله اگر دزدی کرده باشد و زنا کرده باشد چه دوم مراتب ثواب بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم و این زنا و این سرقه اگر دزدی کندم زنا کندم جنت میرود. حضرت ابو سیمی مراتب ثواب و این زنا و این سرقه دزدی کندم زنا کندم به جنت میرود. یا رسول الله و این زنا و این سرقه علی رغم عنفیه ابو ذر بینیش به خواب آدم به جنت میرود. لیکن نماز خوانید، حج کنید، روزه دارید و خدا شهید دارید، شما بازگشتتان به آتش دوزخ است. ابدون آباد میسوزید. بنابراین موضوع مهم است. بنابراین حضرت ابوذر هر وقت
میگفتند کسی که آخرین کلامش در این دنیا لا اله الا الله باشد، اگرچه پیش از این دیگر گناه‌ها کرده باشد دین میشود گذر و خواب مالدم و به جنت در می‌دارد. حدیث می‌گوید روایت بخاری و مسلم است. الله تعالی را پرسان هستیم که آخرین سخن هر یکی ما و شما لا اله الا الله باشد و برای آخرین سخن لا اله الا الله شدنش انسان باید زبان خود را همیشه آمادگی، همیشه در تمام حالتها زبانی رو به لا اله الا الله آمیخته باشد و به مضمون لا اله الا الله عمل میکنند. الله تعالی هر یکی ما و شما را عفو و مغفرت گناه‌های ما را پروردگار محو گرداند و بازگشت ما شما را به جنتی جاودانی گرداند و لا اله الا الله گوینده حقیقی باشیم و پروردگار عالم آخرین کلام را برای ما میسر بگرداند که لا اله الا الله باشد و روز قیامت همراهی امام لا اله الا الله گویها پیغمبرها و علماها هم نفس و هم نشست باشیم و صلی الله علیه و سلم.